بچه بعد از گیاهان C4 حالا میرسیم به گیاهان CAM یا برای تلفظ راحت کم هم میگن، گیاهان CAM یا گیاهان کم. اوکی؟ داستان اینا چیه؟ اینا بچه تو جایی زندگی میکنن دیگه خیلی داغونه، یه دمای بالا، آفتاب شدید، آب نیست و اصلا خیلی خشک. اینا چطوری دووم میارن؟ مثالشون چیه؟ مثلا کاکتوس دیگه، دیدی یا توی بیابونه برهو در میاد. و آناناس هم بچه جز گیاهان کمه. مثال مهم کتاب درس من همین آناناسه، بهش دقت کنیم. میدونم شاید یه مقداری دور از ذهن باشه ولی آناناس جز گیاهان کمه. خب اینا چیکار میکنن؟ گیاهان کم چطوری مقابله میکنن با این بیابی شدید؟ یکیش اینه که تو ساختارشون برگ، ساقه یا هم برگ و ساقه جفتشون با هم دیگه گوشتی و پرآبه. شما کاکتوس رو ببین، برش که میزنی میبینی که گوشتی و پرآبه. پس یا برگشون یا ساقهشون یا هر دوتا، هم برگ و هم ساقه، گوشتی و پرآبه. دیگه چی؟ اینا یه سری واکول هایی دارن که توی این واکول هاشون ترکیبات نگهدارنده آب وجود داره، مثلا مثل پلیساکارید و اینا آب رو نگه میدارن برای اینکه مقابله کنن با خشکی. و موضوعی که اصل بحثه، گیاهان کم بچه‌ها روزنه هاشون رو در طی روز که آفتاب شدید و هوا گرمه میبندن، شبا روزنه هاشون رو باز میکنن. حالا سوال مهم اینه که آقا اینا که روزنه رو تو روز میبندن شبا وا میکنن، خب چطوری، به چه دردی میخوره؟ اصلا چطوری با این تنفس نوری میخوان مقابله کنن؟ اینجا رو داشته باش که بحث اصلی همینجا. خب گیاهان کم بچه ها مثل گیاهان C4 تثبیت کربنشون توی 2 مرحله است. ولی اینجا من تقسیم بندی مکانی ندارم، تقسیم بندی زمانی دارم. داستان من مربوط میشه به شب و روز. اون همش روز بود، سلولا متفاوت میشدن، ولی اینجا نه، سلول یکیه. سلولی که من دارم سلول میانبرگه، غلاف آقا اینو دیگه خبری نیستش، همین میانبرگه. ولی داستان سر زمان شب و روزشه. ببین بچه موقعی که شبه، به مرحله اول توی شب روزنه باز میشه، CO2 میاد تو و CO2 رو به صورت یک اسید 4 کربنی، میبینید میشه مولکول 4 کربنی تثبیت میکنه توی سلول میانبرگ. گام دوم چیه؟ روز میشه و این اسید 4 کربنی تجزیه میشه، CO2 آزاد میشه. یعنی انگار CO2 رو ذخیره کرده بوده در قالب این مولکول 4 کربنی، آزاد میشه. و چه اتفاقی میفته؟ از این CO2 آزاد شده استفاده میکنه برای چرخه کالوین. و چون غلظت CO2 قابل قبول، فعالیت کربوکسیلازی دیگه و قند تولید میشه از کالوین. به همین سادگی، واقعا به همین سادگی. خب حواستون باشه که گیاهان کم اولین ترکیب پایدار حاصل از تثبیت کربنشون یک اسید 4 کربنیه. یعنی از نظر تعداد کربن مثل گیاه C4، خیلی موضوع مهمیه. یعنی فکر نکن که آقا اسم این CAM اون یکی C4 این تعداد کربن اولین ترکیب پایدارش فرق داره، نه، این هم 4 کربنیه. اوکی بچه ها، بسیار مهم و کنکوریا. و حواست باشه که تقسیم بندیش زمانیه، برخلاف C4 که تقسیم بندیش مکانی بود. این شکل خیلی قشنگی هم بچه نگاه کنیم. گفته توی شب CO2 میاد، روزنه بازه دیگه، هوا خنک و خوبه، میاد در قالب اسید 4 کربنی تثبیت میشه و روز که میشه این اسید 4 کربنی CO2 رو آزاد میکنه و میره توی چرخه کالوین و تولید قند و اون داستانا و از این طریق از تنفس نوری جلوگیری میکنه. اوکی. خب حالا یه عده‌تون میگید که آقا این CAM چیه؟ کراستولاسین اسید متابولیزم.
یه عده به اشتباه فکر میکنن که میشه متابولیسم اسید کراسولاسه، یعنی فکر میکنن کراسولاسه یک اسیده و این گیاه از طریق متابولیسم این اسید کارش رو جلو میبره، در صورتی کاملا اشتباهه و این اشتباه رو فقط ما ایرانی هم انجام نمیدیم، ما تو زبون انگلیسی هم خیلی دچار این اشتباه میشن. داستان اینه که آقا این کراسولاسه اسم اسید نیست، اسم یک خانواده گیاهیه و چون اولین بار توی خانواده کراسولاسه چه این داستانی رو دیدن، گفتن که متابولیسم اسید توی خانواده کراسولاسه. ببینید اینجا آخرش نوشته Its name refers to acid metabolism in Crassulaceae, not the metabolism of Crassulacean acid. میگه این اسم برمیگرده به متابولیسم اسید در کراسولاسه، نه متابولیسم اسید کراسولاسه. موضوع حاشیه‌ای بوده ولی یه غلط خیلی رایجی گفتم شما یه وقت این اشتباه رو انجام ندید و فکر نکنید که کراسولاسه اسید، نه اسید نیست، یه خانواده است و همین. بچه برای اینکه همه چی بهتر تو ذهنمون بشینه یه جمع‌بندی اساسی کنیم. گفتیم که آقا گیاها 3 مدلن، C3 C4 و کم. اکثر گیاه همین C3 هستن، فقط کالوین دارن مثل گل رز. با همین چرخه کالوین به تنهایی تثبیت کربن رو انجام میدن و طبیعتاً هم این تثبیت در طی روز رخ میده. دسته بعدی گیاه C4 بودن، مثال معروف ذرت بود و این هم تثبیت کربنش فقط در طی روزه ولی در 2 مرحله است با تقسیم بندی مکانی. ابتدا توی یاخته میانبرگ اسید 4 کربنی تشکیل میشه و بعدش این مولکول 4 کربنی از طریق پلاسمودسما میره به یاخته غلاف آبندی که پر از کلروپلاست و اینا بودن، CO2 آزاد میشه ازش و چرخه کالوین و قند و به همین سادگی. و دسته سوم گیاه کم بودن که مثال معروفش آناناسه، کاکتوس هم هست. شب روزنه رو باز میکنن، CO2 میاد توی یاخته میانبرگ در قالب مولکول 4 کربنی تثبیت میشه، اینم 4 کربنی حواستون باشه. روز میشه، CO2 ازش آزاد میشه، چرخه کالوین، قند و تمام. من اینجا تقسیم بندی زمانی دارم که بچه‌ها حواستون هم باشه که توی هر ستای اینا چرخه کالوین در طی روز رخ میده دیگه، واضح هم هست. مقایسه اینا بسیار کنکوری و مهمه و تا الان یک عالمه ازش سوال اومده، هم تو نظام قدیم و هم تو نظام جدید. خیلی خیلی مسلط باشید. خب این فعالیت 5 یادتون میاد توی قسمت قبل حلش کردیم، سوال 2 شو. الان سوال 1 حل کنیم. گفت آقا 3 تا گیاه الف ب و پ داریم، با فرض اینکه فتوسنتز هیچ یک از این گیاها یکسان نباشه، یعنی یکی C3 باشه یکی C4 یکی کم، به پرسش‌های زیر پاسخ بدید. الف، عصاره برگ هر یک از گیاهان در 2 زمانه، یکی در آغاز تاریکی شب و دیگری در آغاز روشنایی صبح استخراج و pH اونا رو اندازه گیری کردیم. pH عصاره گیاه ب در آغاز روشنایی نسبت به آغاز تاریکی اسیدی تر بود. گیاه ب چه نوع فتوسنتزی داره؟ آقا جون تقسیم بندی زمانی داره، میشه گیاه کم و سلام، دیگه صحبتی نمیمونه. خب بیام حالا یکم تحلیل کنیم داستان. آقا گیاهای کم شب روزنه رو وا میکنه، CO2 میگه بیا داخل، تثبیتش میکنه در قالب اسید چی؟ 4 کربنی. درسته؟ یعنی موقعی که دم صبحه، یعنی شب تموم شده، کلی از این CO2 رو آورده و کلی اسید 4 کربنی تولید کرده، پس میزان اسید افزایش پیدا کرده، پس pH کاهش پیدا میکنه. اسید کاهش دیگه انشالله که بلدید. حواست باشه نگی که آقا گیاه کمه توی شب پس pHش خیلی کمه چون پر اسید. نه، موقعی که شب دیگه تموم میشه، قشنگ CO2 رو جمع کرده، صبح میخواد شروع بشه، اون وقته که میزان اسید خیلی بالا. دقت کن، وگرنه موقعی که شب تازه داره شروع میشه که هنوز اتفاق خاصی نیفتاده. اینجا رو ببین گفته pH عصاره گیاه ب در آغاز روشنایی، یعنی دیگه شب
به انتحار رسیده و کارشو خوب انجام داده نسبت به آغاز تاریکی اسیدی تر بوده. چرا؟ چون که اسید 4 کربن رو خوب جمع کرده.